اون در آشپزخونه خونه‌اش با یه میله یخ شکم و گریپ فروت شروع کرد و کم کم کار رو روی جسد انسان ادامه داد تا وسیله جدید رو آزمایش و روش جدیدی رو تمرین کنه، بدون توجه به این که این وسواس خطرناک قرار چه بلایی سر انسان‌های زنده بیاره. روش جدید که لوبوتومی از راه چشم یا ترانس اوربیتال نام گرفت، اینطور انجام میشد که پلک بالا رو بلند میکردن و یک ابزار باریک و تیز رو از بالای کره چشم وارد میکردن و اون رو دقیقاً به استخوان کاسی چشم میچسبوندن تا مسیرش درست باشه و راه رو پیدا کنن. بعد با یک چکش این ابزار رو از میان استخوان‌های نازک وارد مغز می‌کردن و با حرکات چرخشی بخش‌های متصل کننده در قشر پیشانی به تالاموس رو قطع می‌کردن تا مغز دیگه نتونه همون افکار قبلی رو تکرار کنه و شخص ساکت و آروم بشه. بعد از اینکه این کار رو در یک سمت انجام دادن، ابزار رو بیرون میکشیدن و دقیقاً همین عمل رو روی چشم دیگه تکرار میکردن و پزشک با خیال راحت فکر میکرد که یک زندگی نجات پیدا کرده، در حالی که واقعیت این بود که انسانی خاموش و بی‌دفاع باقی مونده.